اگر روز صاحب پسر شوم، برایش یاد میدهم که پسرها مردند نه درد. برایش یاد میدهم که دل را نرنجاند و اشک را نریزاند. برایش یاد میدهم که تمام دخترهای دنیا برای او آفریدن نشده‌اند، پس همیشه چشمان با حجاب داشته باشد. برایش یاد میدهم که غیرت مرد آن است که حرمت زن را نگه دارد، نه اینکه زن را بازیچه ساخته و هوسرانی کند. برایش یاد میدهم که هر عهدی که با همسرش میکند وفادار باشد و در آخر برایش یاد میدهم که همیشه راستگوی و حقیقت پرور باشد. فرزند خوب باغ پدر، فرزند بد داغ پدر.